شهر بوستان یکی از شهرهای صنعتی ولایت سوق به شمار رفته برای رشد با صورت صنعتی کشور حصه ارزنده خود را گذاشته ایستاده است. شهر دارای کارخانه‌های عظیم و میانه و خرد صنعتی بوده موقع جوگیرشویش برای رشد این ساحه موافق است. حالا در شهر بوستان 46 عدد کارخانه‌های صنعتی فعالیت دارد که زیاده از 50 نامگوی محصولات‌های را استحصال می‌نماید. صنعتچیان شهر توانستند که خط استحصال محصولات‌های واردات عوض کننده را نیز جاری نمایند و فعلا 20 نامگوی محصولات‌های استحصال شونده واردات عوض کننده می باشد. جمعیت دارای محصولاتش محدود تاج‌فلز استحصال میخ‌های پیچان را به راه مانده است و امروز 120 نمود میخ را استحصال می نماید. محصولات‌های استحصال کرده کارخانه مذکور از جهت صفت خوب بوده امروز بازارهای کشور را با مسائل ساختمانی تامین نموده ایستاده است. کارخانه مذکور در سال 2019 در اساس دستور و سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان با استفاده داده شده است که در روز به استفاده دادن آن شخصا محترم پیشروی معظم ملت اشتراک کرده بودند. از روزی با فعالیت آغاز کردن کارخانه مذکور تا امروز ما از جانبی از طرف مؤسسی کارخانه تمامی شرایط و امکانات‌ها برای کارمندان فراهم آورده شده است. در این حال زیاده از 110 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین کرده شده با معاش خوبی رقابت‌پذیر تامین کرده شدند. در کارخانه اصلا در دو بسته کاری کارمندان فعالیت می‌کنند. با اعلان گردیدن هدف چهارم ملی صنعتی‌کنی با صورت کشور و اعلان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامالله رحمان، کارخانه استحصالی تاج‌فلز حجم استحصالی خود را زیاد نموده است. اگر در 10 ماه سال 2021 حجم استحصالی کارخانه زیاده از 751 تن را در بر می‌گرفت، پس در 10 ماه سال روان زیاده از 875 تن محصولات استحصال شده است که 17% نسبت دوره گذشته زیاد است. در سالهای آینده نزدیک از جانب راهبریت کارخانه به نقشه گرفته شده است که حجم استحصالی اقتدار استحصالی کارخانه را 2 برابر زیاد نماییم که در زیاد نموده آینده در این حال اگر گیریم ما 70% محصولات خود را برای تامین نمودن بازار داخلی کشورمان روانه کرده ایستادیم و زیاده از 30% محصولات استحصالیمون را با دولت‌های به مثل جمهوری ازبکستان، فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان صادرات کرده ایستادیم. در 5 سال آینده ما به نقشه گرفته هستیم که 1 مرتبه اقتدار استحصال بلند برداشته صادرات را با دیگر دولت‌های پیشرفته دنیا براهمانیم. در جمعیت دارای محصولات محدود تاج‌فلز کارمندان محلی به کار جلب شده مزد معاش خوب به دست می‌آورند. در کارخانه همه روند استحصال طریق دستگاه‌های زمانوی به راه مانده شده، هر شعبه وظیفه خود را دارد. خط استحصالی از بریدن اشیاء خام آغاز گردیده به میخ‌های پیچان تبدیل می‌دهد. بعداً از چند روند شستن‌ها به تجهیزات رنگ دهنده می‌رود. محصولات آماده شده را دستی بندوبست می‌نمایند. زنان در روند بندوبست محصولات پرمسئولند، زیرا باید وزن هر قوطی یک خیل باشد. زیاده از 15 نفر زنان همه روزه محصولات آماده شده را برای فروش بندوبست می‌نمایند. من در مدت 1 سال و 8 ماه است که در همین کارخانه کار میکنم. شرایط‌های کارخانه است، معامله با زن‌ها است. ما زن‌ها در سیخ بندوبست کار میکنیم. آسان کارما همه طرف دستگیری میکنه. موافق معلومات‌های آماری در 10 ماه سال 2022 حجم استحصال محصولات‌های صنعتی شهر بوستان با 557 میلیون سومانی برابر گردیده 120% سرعت افزایش را در بر می‌گیرد. برای رسیدن به این نشان دهنده‌ها نه تنها کارخانه‌های عظیم بلکه از طرف صاحبکاران انفرادی نیز سهمگذاری شده است. انور مولایف صاحبکار انفرادی است. او با استفاده از دستگاه‌های محلی توانست که خط استحصال محصولات‌های ساختمانی آرایشی را به راه ماند. حالا این محصولات‌ها بازارگیر بوده در یک وقت واردات عوض کننده نیز میباشد. صاحبکار انفرادی از اقدام پیشگرفته پیشوای ملت روحیه تازه گرفته میخواهد در آینده نزدیک کارخانه بزرگتر را با 10 جای کاری به استفاده دهد. میخواهیم که همین کارخانه ما محصولات استحصال ساختمانی استحصال میکند. برای صنعت کنی با صورت مملکت هدف چهارم ملی سهم خود را میگذاریم. کارخانه ما حاضرش به 3 نمود محصولات های آرایشی استحصال میکند و دیمولسه، تریوینتین،
mana az puk har xil fovaҳои бароварда шаклҳоро истеҳсол карда истодаем. مورد قید است که خود همین سال در شهر بستان 11 عدد کارخانه‌های صنعتی افتتاح گردید که نسبت سال گذشته 9 عدد زیاد می باشد. گزارش فرخ عثمانوف و محمد نظیر کلدیف برای برنامه اطلاعاتی نوید.